این سوتی از عکس جدید کریستیانو رونالدو راز دوپینگ این اعجوبه پرتغالی رو فاش کرده. فکر کن 40 سالت باشه بعد تو این سطح بازی کنی، خب معلومه یه رازی هست که دیگه نمیخوای بقیه بفهمن. اولیش این که رونالدو هرگز قهوه نمیخوره، چون معتقد کافئین هر چقدر انرژی داشته باشه باز مضره و هر روز صبح 6 تا 7 وعده کوچیک صبحونه میخوره که ترکیبی از تخم مرغ، موز و آووکادوه، اونم کاملا وصف شده و بدون ذره شکر یا قند طبیعی مثل عسل. دوم لوکیشن تمرینشه که شبیه هتل 5 ستاره است. جکوزی، سونا، اتاق سرد، کپسولی که دماش تا منفی 180 درجه میرسه و بعد هر بار تمرین توش میشینه، دقیقاً همونی که گوشه تصویر میبینید. در نهایت هم تایم خوابشه که عجیب ترین نوع استراحته. پیریز چند خواب کوتاه 30 دقیقه‌ای در طول روز داره و دقیقاً 8 شب میخوابه و 3 صبح هم بیدار میشه. این یعنی اگه فکر میکنین میشه مثل رونالدو شد، اول باید یه برنامه فضانوردی برای خودتون بچینین. حالا اگه تو بخوای یه هفته مثل رونالدو زندگی کنی، کدوم قسمت برنامه‌شو نمیتونی تحمل کنی؟